سر صحبتم با فروشگاه بزرگ تخت جمشیده که 3 روز پیش این کیبورد ازشون گرفتم و دیدم زیر صفحه نمایشش یه قطره است. نمیدونم چیه، مثل قطره است. فرستادم برای پشتیبانیشون، گفت داداش این برچسب روشو بکن. برچسب روشو کندم، براش فیلم فرستادم، گفتم داداش این برچسب نیست. نگاه کردم روی کارتونش، دیدم گارانتی تخت جمشیده. خوشحال شدم. رفتم داخل سایتشون، نوشته بود تمام محصولات تخت جمشید دارای گارانتی کامل تعویضی باشد، یعنی در هر صورتی عوضش میکنیم براتون. خلاصه کیبورد کندم، خیلی خوشگل جمعش کردم، گذاشتم داخل کاورش. عین روز اولی که بهم تحویل داده بودم بردم که تحویلش بدم. نگاه کنید تو رو خدا، انگار تو پرگو گذاشتمش. راه افتادم طرف بازار بزرگ رایانه اهواز که دوباره برم پیش عزیز دلها سرزمین رایانه. در ماشین رو باز کردیم، با احترام کیبورد خارج کردیم، در ماشین رو بستیم، طبقه اول رو رفتیم بالا، طبقه دوم رسیدیم به عزیز دلها سرزمین رایانه. خدایی خیلی محترماً راهنمایی کردن، گفتم برو کوچه پشتی دفتر خدمات سرزمین رایانه. رفتم اونجا، یه خانم نشسته بود، بهم گفت که در صورتی تعویض میشه که تعمیر نشه. آخه شرکت محترم تخت جمشید کدوم آدم عاقلی کیبورد نوعی که 3 روز خریده رو تعمیر میده؟ تو به من بگو. گفتم حداقل شمارهشون رو بدیم با پشتیبانیشون صحبت کنم. شمارهشون رو گرفتم، ولی گفتم مثل اینکه پنجشنبه نیستن، جمعه هم که کلا تعطیله، پس میره برای شنبه. پیجمو فالو داشته باش، شنبه پست جواب پشتیبانیشون رو براتون میذارم، ببینیم چی شد.